ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظیم. انا همون ایام آمده است که الله متعال ما را سنجش میکند توسط هر یک مصیبتی، سنجش های مصیبت آمیز. می شوند بعضی انسان ها که یا از روی خودخواهی یا از روی عجله و سراسیمگی به چیزهای داده می شوند که از دایره اداره کردن خودشون از عقل بیرون گپ میزنند، سخن میرانند. انا به همین خاطر بود که در جواب سوال اون برادر تذکر باید بکنیم که زمان برای ما آمدگی است که ما باید صبر داشته باشیم. برای همین خوشخبری برای صابران است، برای صبر کنندگان است. صبر باید داشته باشیم در این سنجش الهی. چگونه که خداوند ما را امر بر صبر کردن نموده است. انا همون صبری که حتی تمام پیامبران را الله متعال با آن امر بنموده است. باید صبر داشته باشیم تا آنکه بتونیم کنترل کرده اداره کردن خودمون کنترل کرده بتونیم. و در این حالتی در حالت‌های در هراس افتادگی یا در غضب یا از ترس چیزایی را بیرون از عقل انسانی خودمون گم نزنیم. خب در دو حالت می شود که ما بازیچه دستی منفعت خواهان و بدخواهان قرار می گیریم. اول اینکه ما را در حالت غضب میارن. انسان وقتی که در حالت غضب اومد خودش اداره کردن نمیتونه. دو چیز است که ما کنترل عقل خودمون از دستمون میدیم. اول در حالت غضب به حد در پیش مقدسات تحقیر و اهانت میکنن که تا آنکه غضب تو بیاد و تو کنترل خود از دستت بتی و از دایره عقل انسانی بیرون بشی، چیزهای بگویی که سبب ضرر خودت بشوند. برای همین گفتیم صبر بهترین توصیه است از جانب الله متعال بر پیامبران، از جانب الله متعال و از جانب پیامبران و از جانب علما و حکما بر تمام امت و بنده های الله متعال. انسان باید شکیبایی داشته باشد، باید صبور باشد. در صبر کردن تو اطاعت الله متعال را کرده، باید لذت ببری در آن که در مصیبت صبر داری. به خاطر چی؟ به خاطر که در این صبر کردنت اطاعت کردن است، اطاعت کردن پروردگارت است. وقتی که به حالت تو میارن آوردن هم در تاریخ همین تجربه های حیات کوتاه ما شد که به حالت میارند که در حالت غضب چیزایی میگو که سبب ضرر و بدی حیات شخصی خودت و روزگار خودت میشود. یا بعد توسط این سخنت زندانی میشی یا جنایتکار میشی. و دیم حالت از همین دو چیز بگیم، دیم حالتش حالت ترس است که انا همون بدخواهان و منفعت جویان تو را به حالت را میارن که تو در حالت ترس قرار بگیری. زیرا که در همین دو حالت، در حالت غضب و در حالت ترس، انسان نمیتونه دیگه خودش اداره کرده. اگر هم خیلی مثالا بیاریم که آدم در حالت غضب چیزایی میگه که بعد خودش پشیمون میشوه، میگه برای چی من همین گپا را گفتم. یا در حالت ترس دیگه اگر یک انسان بیاری در پیش کسی بمونه که ایوای بترسه، اگر همین اون انسان دیگه چیزش بگه یا آدمی ترسو ها گفتن میگیره، حتی شاید بعضی چیزاش نفهمه هم ها گفتن بگیره. بعد در بیرون پیش او ستر دورتر بعد میگه چی گفت؟ وای هاش گفتم. به خاطر که میترسه ای آدم. ای ترسه باید که فکر میکنه که ما ها بگم تا اونکه اما آدم خرسان شوه فرق نداره که وای چی میگه. در حالت ترس وقتی که به حالت ترس میارند
آدم دیگه دست پا خورده میشه. نه تنها بگیم فقط دست پا خورده، یعنی بگیم جسمی خودش، یعنی عقل معنویات خودش داخل خودش دیگه اداره کردن نمیتونه، ایمانش دیگه فایدهش نمیتونه وقتی که ترسید. برای همینم الله متعال ما رو، یعنی ترسیدن نوع از انواع عبادت نامیده است. برای چی خداوند میگه که ولا تخافوهم و خافون، از آنها نترسید؟ یعنی هیچ حالت باید انسان خودش در حالت هراس یا ترس باید قرار نتیه که در این دو حالت انسان خودش نمیتونه دیگه کنترل بکنه، یعنی خودش نمیتونه که دیگه اداره بکنه. برای همین ما برای برادرمون گفتیم که مجامیر بکی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالتی که ما حاضر قرار گرفتگیم، حالتی بگیم که تمام جامعه بشری را آسیب پذیر کردگیه، یک موضوع شدگیه که بگیم که سطح گلوبالی و جهانی دارد و تمام جامعه بشری، تمام اخبار و وسطای عامه همش سخن درباره فقط یک چیز می رود، کرونا ویروس. من مسلمان، پیام من برای مؤمنان و مسلمانان و پیروان دین اسلام است، دین پاکیزگی و نظافت. برای انا همین ها در همین حالت ما باید چیکار بکنیم؟ از همون پهن کردن بعضی نمایندگان دین بگیم وقتی که خیلی کرونا ویروس برآمد، بعضی انسان ها نمیدونم یا روی باید که یک اولین سخنه بگن یا روی خودخواهیشون بود یا میبرمدن میگفتن که این یک عذاب است بالای مردم خیتای، ما یا اویگورا را ظلم کردن، اویگورا را در اسارت گرفتن، زنای اویگورا را گرفتن، مرداش را بندی کردن، این یک عذاب است از جانب خداوند بر بالای و در البته بگیم خیلی بگیریم خودی طاعون، خودی یک یعنی وبا، اپیدمی یک عذاب است از جانب تعالی، نه که موضوع این که بالای یک قوم عذاب است و در همین چیز خیره ببینی خطا است، این اشتباه است برادر، که یک عذاب از جانب پروردگار بیاید و چی خیر چی بدی که در روی عالم هستند از انسان ها همه را در بر میگیرند. برادر وقتی که برای چی گفتیم که جای عجله و سراسیمگی نیستن، همین موضوع دوام همو گپا است که در روی عجله و سراسیمگی و از روی اضطرار و هیجان زیاد در رو حکم و فتوا کرده که گویا که این یک بر قصدگیری خداوند ای خطایا برای اویگورا بود. برادر عزیز خطا کردی برای چی؟ از روی خطا، از روی سراسیمگی یا از روی حسیات هیجانی به اندازه بلند می شود که در این حالت هم انسان دیگه نمیدونه چی گفته ایستاده. خب بعد انسان ها رو هم در همین حالت قرار میدی، انسان هایی که در گیر اطرافیت هستن از وهمی که تو میکنی میترسن دیگه رو، وقتی که در حالت ترس میشون دیگه اینا خودشون اداره کردن نمیتونن عقلشون. نباید ما انسان ها رو از دایره عقلیشون بیرون بکنیم، از دایره انسانیشون باید بیرون بکنیم. انسان در بر انسان میسته بر یکدیگر باید نفع خودش برسونه، اگر نمیتونه رسونده نباید ضررش برسونه. و به همین فکر کردن که این یک عذاب خداوند، یک قصدگیری یا خداوند از مردم خیتای است برای خاطر اویگورا. حالا آنکه من از کسایی که ادعای نمایندگی دینی میکنند اصلا در بازی هایی که شاید نوع پلیتیکی داشته باشند اصلا خوش نشیدن شو چون ارالش نکردن درستر خوبتر است، زیرا که بازینگرا بالاترن، تو حتی تماشاگر این بازی نیستی، فقط از آوازه های بازی شنیدگی هستی.
و یا اینکه شاید واقعیت هم که داشته باشد، اگر واقعیت هم که داشته باشد، همچنین عذاب در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدگی است و 25,000 صحابی را انا همین اپیدم، انا همین وبا از بین بردگی ای، جانشون گرفتگی ای. بگیم مگر از روی بی‌تقواگی صحابی‌ها بودن؟ نعوذ بالله. یا که ای روی اطاعت کارشون، سرکشیشون به دین الله بود که خداوند او را به عذاب، به مصیبت گرفتار کرد توسط انا همین وبا، توسط انا همین اپیدمیا. خداوند جانشون گرفت. حالا مثالا میاریم از سیرت نبوی که خیلی صحابیای بزرگ از دنیا به این واسطه به همین کسلی از دنیا گذشتگیان. و بعد رکلامو کردن که انا فلانی رهبر خطای چی رفت، مسجد رفت، انا قهر میای خطای مسلمان شد. بر دروغ، برای خاطر پهن کردن و رکلام کردن و نشان دادن خود. منم مرحمت سراسیمه شدید، عجله کردید، خطای ساز شد، همون چیز بگجا آمد، بر بالای حرم الله آمد، بر بالای مسجد نبوی آمد، بر بالای تمام مسجدهای پنج وقته تمام روی عالم آمد. در اینجا چی میگه؟ گپتون غیر منطقانه میشود، یا گپت بر ضد گپ دیگری میشود که این امروز عذاب خداوند، قصگیری خداوند میاد، درای مسجد، درای خانه خچه بند میکنه، در حرم خچه بند میکنه، در مسجد پیامبرش بند میکنه. برادر ارجمند، انا برای همین هم در هر حالت انا همون امری که بر تمام پیامبران شدگی است و اینچنین بر امتان تمام پیامبران شدگی است، صبر کردن است. اول صبر کردن در یک جو فقط بگیم گویا نشستن یا ایستادن نمیمونه. صبر کردن، آموختن، تحقیق کردن، بعد در یک موضوع سخن گفتن است. بله گفتیم این عذاب است، اما گرفتن مسجد ها یا بند کردن حرم الله و بند کردن تمام مسجد ها علامت این نیست که برادر سبب و علت ضعف ایمانت شود. اگر راه مسجد تو بند شدگی است، راه ایمانت، راه توبه تو به سوی درگاه خداوند کشاده شدگی است. اگر راه مسجد تا از دست دادی، ایمان خدا به آسانی از دست نده. اگر از تو مسجد تا گرفتند، راه مسجد تا گرفتن، ایمان تو را از دست گرفتن نمیتونن. ایمان خدا به آسانی از دست نده. از راه پیروی پیامبر دور نشو. هیچی جای مشکلی نیست است که اگر مسجد را یا که حرم الله یگون جای این نیست است که آوازه پهن بکنی که آخر زمان شدگی است، انا قصدن کردگن، انا در مسجد محکم شد، انا درای مسجد برای چی محکم کردن، انا مکه محکم شد، انا مدینه را برای در خطانه در وهم قرار دادن و بختانه در حالت ترس هراس قرار دادن. از این سعادت نیست، در این خیر نیست. با به نزدیکی بگیم یکی از همین بگیم فتوا دهنده ها خیلی خست و عجب که ما بسیار چیز دیدیم، دین در یوتیوب دیدیم، یک کس از اون میتیا در آخری از اونش میگه که الا الصلاة فی بیوتکم. نه گویا که ما به همین روزا و به همین دوره گویا آخر زمان شد، به همین قطعی گویا ما اومدیم رسیدیم که این خیلی شمشنیدگی میگه. برادر ارجمند، در صحیح مسلم از ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیثی آمده است که
مؤذن در یک از شب‌هایی که بارانی و شمال خنک بود در آخر اذانش گفت که الا صلوا فی رحالکم الا صلوا فی رحالکم، یعنی نمازهاتون در خیمه هاتون، در جهاتون، در خانه هاتون بخونه. نمازهاتون در خیمه هاتون، در همون جهاتون بگذارید. ابن عمر رضی الله تعالی عنه بعد از آن گفت که این رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یأمر المؤذن اذا كانت لیلة باردة و ذات مطر في السفر ان یقول الا صلوا فی رحالکم. پیامبر صلی الله علیه و سلم مؤذن را امر کرد که در شبی که بارانی و خنک است در سفر نمازتون در خیمهاتون بخونید. یعنی هر مشقت و هر مشکلی، هر مصیبتی که در حالتی که به بالای سرت میآید اجازت هست برای تو. نه تنها اجازت بلکه پیروی محمد صلی الله علیه و سلم است. این است که نمازات در خانه‌تون بخونی، نمازات در خانه‌ت بخونی. پس اگر یک از همین سنت را روزی از روزهای خداوند را آورد رسان که یک از همین سنت را تو نیستی که پیروی کردی، وگرنه در غیر این برای تو اجازتی در خانه نماز خواندن نبود و تو از جمله کسانی شدی که ابن عمر و دیگر اصحاب پیامبر را پیروی کردی، این که روز در روزهایی که مشقت و مشکلی بالای تو اومد نماز در خانه خودت خوندی و با مسجد نرفتی. این هم یک پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا نشد؟ آیا خوشبخت نیستی که خداوند را به همه چیز نصیب کرد؟ نه اینکه بگیم در خوشبختی است. یعنی اگر اطاعت کردی امر علما و امر عالمان و کسانی که متخصصانی که ترا امر کردن برای اینکه تو نماز در خانه بخونی، صبر کردی و اطاعت امر انهبایا کردی و در همین اطاعت کردن تاورا پیروی محمد صلی الله علیه و سلم یافتی. یعنی در هر حالتی که چی مشکلی بالای سرت بیاید و چی آسانی بر تو باشد تو در پیروی رسول صلی الله علیه و سلم باشی، این خوشبختی است برادر. و این کسلی که بالای ما، که بالای این ایامی که این نسلی که ما هستیم بالای ما اومدگی است، اگر از پیروی محمد صلی الله علیه و سلم ما بخوایم که استفاده ببریم، اول اینکه پهن کردن گفتیم درباره همون دعایی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت میتهید که گویا برای کرونا، یعنی من درباره موضوعش که خاص گویا برای کرونا ویروس است، اختلافی من فقط درباره همینه که همین موضوع رو همین دعا را خاص بر اون میکنه که گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم برای کرونا ویروس کرده باشد. اگر بنویسی که دیگر دعاها، مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم در 5 جا 5 طرح اگر بگیریم که دسته بگیریم 5 انگشت بگردون حساب که اول یک معوذتین هیچ وقت یاد نبره، وقتی که با انگشتات حساب میکنی انگشت کشوده بدار، دستات کشوده بدار، بگیم با انگشتات حساب بکن. اول پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که اگر معوذتین بخواند هیچ ضرر، هیچ وبای و هیچ کسلی و هیچ بدی از دنیا بر بالای و از صبح تا شام نمی آید. اگر صبح بخوانش معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، و این چنین اگر شام بخوانش تا سحر هیچ ضرری بر بالای وی نمی آید، هیچ ضرری بر وی نمی رسد از هیچ وبای و از هیچ بلایی. دوم انگشت دیم تا قد میکنی، قدش میکنی، حساب میکنی. دیم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که هر کسی که شب 2 آیت آخری سوره بقره را اگر بخواند لکفت میگه، کفایتش میکند این را تا اینکه صحتمند باشد از هر نمود مریضی ها. انا همون آیتی که در بسیاری جا میخونن و
قریا هم حفظش میدونن، در بسیار نمازها بعد نمازها میخوننش که آمن الرسول بما الى تا آخر آیات. سیوم چلی که سیم تا قد میکنی، با انگشت سیم قد میکنی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که اگر همین دعا را کسی که بخوند، هیچ بلای آسمانی و هیچ بلای زمینی بر وی تأثیر نمیکند. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دوباره تکرارش بکنیم. انا همین دعا را خوندن، گیم سیم دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از هر نمودی کسلی ها میخوندش، کسلی های زمینی و آسمانی مطلقاً عامه. و چهارم، پیامبر صلی الله علیه و سلم باز دعای را ما را تعلیم میدهد که اگر همین دعا را کسی که بخواند، از هر ویروس، از هر بدی، از هر کسلی که خداوند خالق آن همون کسلی است، خداوند از همون چیز ایمنش می‌دارد. و همون دعا است که اعوذ بکلمات الله التامه و من شر ما خلق. اعوذ بکلمات الله التامه و من شر ما خلق. اگر انا همین دعا را بخواند، از هر وبا و از هر بدی ایمن میماند. و پنجم، بینید در علما اینا در پنجم موندن، انا همون دعایی که پهنش میکنی و گویا که پیامبر صلی الله علیه و سلم همین برای کرونا ویروس خونده شد، گپ درباره همین بود. انا همین در موقع پنجم میگیرد که بعد انا همین دعا را بخونه که اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام. دعایی است که مطلقاً برای همه نمود کسلی ها هست که همیشه اینا میخونی. اون دعای پیشینش را گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم هم خونده و هم امر و توصیه کرده برای خوندگیشون. و این دعا را در حدیث میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم خوندگیه، یعنی درست است که بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی است که بخونیش، اما در ویا هم خوندنش هست و هم امر کردن و توصیه دادن بر خوندنش هم هست. که بگویی که انا همین دعایی که اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام، پروردگارا من به سوی تو پناه میطلبم از پیسی. مثلا در اینجا نام یک کسل خاص گرفته شدگی نیست که بگویی که نام کسل و دیوانگی و هر بدی های هر کسلی و تمامی بدی ها، تمامی کسلی ها بگیم. خوب برادران، الله متعال میگه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر اون چیزی که هر مصیبتی که بالای میاد، هر سنجش مصیبت آمیزی که بالای ما می آید، این یک یعنی سنجش است از جانب الله تعالی از اون چیزی می شود که خود ما اون را کردگیم. خود انسان ها همون به همون کار آوردگی خشان رسیدگی هستند. خب انا همون انسان بگیم، انسانی که ما نسل ما، انا همون انسان معاصر، انا همون انسانی است که از روی خودخواهی و از روی خودستایی به حد آمدگی رسیدگی بود که میگفت که پیدایش انسان توسط اختلاط موادهای شیمیایی شدگی است، یا اینکه انسان خود از خود پیدا شدگی است، یا اینکه از روی نعمت زیاد شکر از یادش برآمدگی بود، کفران نعمت میکرد و این کار خداوند میکرد. اکثر خیلی مردم رو به بخدایی آورده بودن، حتی بگیم از کسانی که از قوم و ملت های ما هستن نبود پیدا شدن کسانی که
این کاری خداوند میکنن. انسان معاصر بگیم در به حد اومد رسیدی در پیروی استاد قبلیش ابلیس، در استاد قبلیش فرعون خداش رو انا ربکم الاعلا میخوند. از روی غرور و گویا که از روی دارایی زیاد علمیش از دایره علمی گذر میکرد و پیدایش خودش رو به حیوان ها نسبت میداد و معامله بیشتر با حیوان ها میکرد. آیا ان همین حکیما و همین عالما ما را نگفتند که سبب پیدایش ان همین کرونا ویروس از حیوان ها شد؟ آیا پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم ما را تعلیم نمیدهد که اگر در کاسه یا اینایی که حیوان سگ در وی طعام بخورد یا خوراک بخورد، بعد وی را 7 بار بشویید، با آب بشویش، با خاک بشویش تا اینکه ان همون ویروس از بین برود. محمد صلی الله علیه و سلم آیا ایمان ما را وابستگی به پاکیزگی ما نکرده است و یا آیا صاحب این گفته ها محمد صلی الله علیه و سلم نیست که میگه النظافه من الایمان؟ در آن همین کسلی علمای ژاپن گفتند که اگر در یک روز یک چند بار دهانش آوگردون کنه به همین کسلی گرفتار نمیشود. علمای شرق اوسط گفتند که اگر نمک آب بکنه دهانش آوگردون کنه به همین کسلی گرفتار نمیشود. آیا توصیه های پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم این نیست است که در یک روز 5 بار طهارت بکنیم و سنت است که در هر یک نماز طهارت بکنیم؟ اگر چند به طهارت بامداد پیشین تا میشه خونده، اما سنت این است که در هر یک نماز طهارت بکنی. آیا ان همین طهارت کردن نظافت و پاکی نیست؟ آیا دین اسلام تو را تعلیم بر پاکیزگی و نظافت نمیکنه؟ بعد بگیم که ان همین انسان معاصره که بگیم بعض حد از روی غرور زیاد از حد دایره علمی و عقلی بگیم بالا برآمد رفت، حتی بگیم کارهای زمینی را مونده کوشش میکردن که در زمین، در آسمان، بگیم در فضا جاهای را برای خود ضبط کنن و هر یک کس موقعی در چی داشت و بگیم دادش به این درجه رسیده بدن که گویا که ما در فضا آنها جا گرفته، ما هر یک چیز را میبینیم چی دعواهای چی ادعای داشتن امروز آمدن در برابر یک ویروس، در برابر یک ویروس عجز خود نشان دادن. در سوره نساء قول الله سبحانه و تعالی میگه و خلق الانسان ضعیفا. انسان ضعیف، عجز دارد، ضعیف است. انسان ضعیف آفریده شدگی است. بالاخره ان همون تعلیمات دینی ما اومد رسید که انسان ضعیف است، میآید در برابر یک چیزی کوچک خردکه که پروردگارش بزرگ، خالقش آفرندهش بزرگ است، در برابر یک چیزی خردکه که آفریدگار عجز چه نشون میدهد. دیگه هیچ که دعوا ادعای از اون که ما در آسمان تجادره میکنیم و خیل میکنیم در این باره دیگه هیچ که گپ نمیزنه. همه تمام روی زمین در هراس آوردگه، همه فقط از ترس گپ میزنه. ما گفتیم که در هیچ حالت باید که چگونه که نباشیم، باید اول اینکه دعامون فراموش نکنیم. من همون دعای حقی هستن باید همه کس دعا بکنیم، نه دعای این که فقط یک دعای را پهن بکنیم، دعا را بکنیم پیشی از ترس ویروس، نه، از خالق ویروس باید بترسیم. از خالق ویروس باید طلب دفع و از بین بردن این ویروس باید بکنیم.
حالت اومد ما را گرفتار کردگی که یاد بگیم از ایام بعثت انسان ها می شود، انسان ها از قبر ها خیزانده می شوند. انا همون روزی که خداوند میگه یوم یفر المرء من اخیه، انا همون روز یاد میارد. اگر انسانی به عقل باشد ببیند که روز حالت شدگی که رهبری در تلویزیون میبینه، رهبر یک دولت با در چی دیگه میرود به دیگری سلام نمیکنن، دست نمیتین. حالت های را در تلویزیون میبینه که میگه شوهر پیشی مرد خونش باید بیاید، میگن دخترو میگن که تدا خیلی چی داری، تدا ممکن نیست به نزد کودکات به نزد فرزندای خودت برای تماما به نزد کودکات رفتن میتونی، به نزد برادرت 100% دیگه رفتن میتونی. روزی هست که برادر، روز قیامت در نظر روزی میشود که برادر از برادر میگریزد. ببینیم ما یک تذکر خداوند ما را میتید که همین روزها همین خیلی میشوند که میشود که برادر میگریزد پیش برادر، یا دیگریش نمیره، به دیگریش سلام نمیکنه. این نصیحت است از جانب دین، نصیحت است. پیامبرمون ما رو نصیحت میکند که ما در حالتی که در نعمت هستیم قدر یکدیگر را باید بدونیم. وقتی که با یکدیگر رسیدگیم با در همون حالت قدر یکدیگر را باید بدونیم. نه اینکه اومدن بعد یک ویروس ما را مجبور کرد که از دیگر جدا شیم، بعد بفهمیم که او چقدر نعمت یا چقدر لذت داشته با دیگر با برادر نشستن. یک شاعر میگه که تا به هم بودیم ندانستیم قدر یکدیگر، لذت دیدار را بعد از جدایی یافتیم. در حالتی که ما در نعمت هستیم باید شکرانه نعمت بکنیم، باید اون چیزی که در دست داریم شکر آن همون چیزا باید بکنیم و به قدر آن همون چیزی که در دست مناسب باید برسیم. در این حالتی که ما قرار گرفتگیم نباید به آوازه و به دروازه یعنی به چیزایی داده باشیم که در حالت ترس خودمون قرار بدیم و از هراس ترس زیاد دیگه نتونیم خودمون کنترل بکنیم. خودی همه این چیزی که می آیند از جانب الله متعال هستند و بالاخره روز می رسد که چی توسط ویروس، چی توسط یک کسلی دیگه ما از این دنیا میریم و این دنیای فانی است، ما در اینجا باقی موندنی نیستیم. و به همین خاطر توصیه حکیما، توصیه دکترها، توصیه رهبریتی که ما را میکنن عالمتر از ما هستند، برای اینکه ما باید خودمون همون برای خاطر به همین کسلی سرایت نشدن توصیه های میکنن برای پیشگیری کردن یعنی همین ویروس. حتی ما باید همین اطاعت حکیما، دکترها و عالمان خودمون باید بکنیم و با انسان‌های هیجانی و حسیاتی دادن نشیم و عقل خودمون بتونیم که کنترل بکنیم و هر چیزی که هر کس میگه باید به همون چیز اهمیت ندیم. از این بعضی بلوگرها را ما گوش کردیم که میگم انا که وقت ساعت روزی هست که گویا که دیگه تو میتونی پول کار بکنی، باید در همین حالت همه وقت خوب است، باید زنده باشی، تو باید حرکت جنبیش باید در همین حالت بکنی. بله نه ما گپ سر اون نمیره که شما باید کرخت بشه در این حالت، نه. اما نباید از تنگ دستی در این حالت از تنگ دستی انسان ها باید استفاده بریم. خب اینم میگیم ان شاء الله، اما فقط برای اون که دکترها و پزشکان چیزی که ما را امر میکنن برادران، این پیروی دین محمد صلی الله علیه و سلم است که اینکه هر یک دوایی که آنها برای ما پیشنهاد میکنن این به خاطر پیشگیری کردن از سرایت همین ویروس است
باید توصیه دکترها و رهبریت و عالمان را باید در این حالت گوش بکنیم. احترام عالم، بگیم برای چی گفتیم دکتری که متخصص همین کار است، متخصص همین بس و عالم است. عالم همین کسی میگن و دین ما را امر به احترام علمامون کرده. احترام عالم فقط در نظر عالم شرعی همین ندارد، از اون عالمی که احساساتی و هیجانی است انسان ها رو توسط بگیم موه یا توسط یگان دبدبه و دغدغه گمراهی به یک ترس وهمه میاره انسان ها رو قرار میده که دیگه انسان ها کنترل خودشون بیرون میشوند و اینکه بگیم فقط گویا نام الله هم میگیرد، علامتی نیست است که عالم است. طبیبان، پزشکا و دکترها متخصص طب هستند، متخصص شفا دادن هستند، در همین کسب خودشون آیا عالم هستند. و احترام علما به گپ علما کردن است. عالمان نابغن، نایابن، کمن. برای چگونه ما باید او را احترام کنیم و او را نمونیم که کارهایی که عموما همه کس کرده میتونه بکنشون. حتی مثال بیاریم که چرچیل سرفرمانده بود، وزیر دفاع انگلیا، بندای پتینکش نمیموندن که خودش بنده، برای که بندی پتینکه بستن هر کس میتونه در او یک کس دیگه میبندش، نمیموندن که چرچیل ای فکر عالمانش بیرون بشوه، باید در همو مفکوره علمی باید دائم باقی بمونه. ما باید علممون احترام علممون باید نمی خلق کنیم. احترام علم نیست که بیاریم بتیمشان بخورونیمش که دیگه همه خونای ارگانیسمش مشغولی حل کردن باشن، در سرش دیگه خون برای عقل کار کردن دیگه نمیمونه. احترام علم خوراندن و طمعکاری کردن علم نیست. احترام علم سخن همه علم گرفتن است. برای همینم انا همین متخصصای طب، متخصصان شفا، انا همین علمان در این حالت که ما رو با چه چیزایی که توصیه میتیند گپ گرفت، اطاعت کردن و گپی آنها را گرفتن، این بگیم در دایره انسانی، در دایره اسلامی و اطاعتکاری پیروی محمد صلی الله علیه و سلم است. و حجتش همین است که از انس رضی الله تعالی عنه این که رسول صلی الله علیه و سلم گفت ان الله عز وجل حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا. و همین نمیگن که فقط توکل به خدا که بگو که تمام این خدا خودش آورده که خدا خودش میگه خدا آورده که عذابش کرده همه کارا بیاری فقط بگو که نمی. البته بگیم هیچ چیز نیست است که بیرون از امر الله تعالی باشد، اما پیامبر صلی الله پیروی را میخواهی از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که الله تعالی هر یک دردی را آفرید همراهش دوا آفرید، پس دواکاری کنید. هر یک دوایی که طبیبان توصیه میکنن باید از ما استفاده بریم برای محافظت نفس و جان خود، برای باقی موندن در آن که ما خداوند با اطاعت عبادت بکنیم. و از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه این چنین حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ما انزل الله عز وجل داء الا انزل له دواء. هیچ دردی را الله متعال نفرستاده است مگر همراه اون درد یک دوای فرستادگی است. پیشگیری باید از همین درد باید باشه، این همین دوا است. باید راه حل پهن نشدن یا سرایت نکردن بر دیگران از همین کسلی باید باشه. باید کار را بکنیم که بگیم خودمون بر دیگران ترجیح برتری ندیم، بلکه حق دیگران را باید بدونیم.
رحمت و بزرگی و شرافت پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در این بود که دیگران رو بر خودش ترجیح میداد. اول خدمت به دیگران میکرد، بعد بر خودش. اگر ما در پیروی محمد صلی الله علیه و سلم باشیم، باید حق دیگه تمام بگیم جامعه بشری را باید حقش بدونیم، حقوق تمام بنده های خداوند باید رعایت بکنیم، اطاعت طبیبا و دخترا را باید بکنیم تا اینکه سبب سرایت نکردن اهمین کسل به دیگران نشیم. نمیشه که بگویی که توکل به خدا، توکل کردن این نمود نیست. ترمذی حدیث را روایت میکند که یک مرد از رسول صلی الله علیه و سلم پرسید، حدیث میخواد: یا رسول الله اترک ناقتی و اتوکل او اعقلها او اتوکل. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید اون مرد که گویا رسول الله من همیشه هم تمونمش توکل به خدا کنم یا که بماندمش توکل به خدا کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بل، گوش کنید خاص میکنم، بل اعقلها و توکل، ببندش بعد توکل بکن. همین چیز از هر یک چیز سبب دارد، اسباب ها را باید از ما اسباب ها باید استفاده بریم که انا همون اسباب ها، انا همین ادویه ها در این کسلی باید از همین داروها، باید از همین توصیه های دخترها، از همین توصیه های بگیم رهبریت حاکما، باید از همین توصیه باید ما استفاده ببریم. وگرنه بعد نگیم که این که عذاب بس اومده است بالا، این که گفتیم که یا درست میکنه که برای انا همینه که شما گویا که یک قصگیری خداوند میدونیش، گویا که از غیر مسلمین نه، این مسلمان ها را 23 بهترین مسلمان ها را 25,000 شا از بین بردگیه. 25,000 صحابیه که هیچ کس برابر به صحابی شده نمیتونه. عمر رضی الله تعالی عنه همراه عبیدالله ابن جراح در شام بودن که وبا میاد، بگیم که این همین اپیدمی ویروس پهن شوی، پیش از آن که بگیم ویروس در اونجا پیدا شود، عمر رضی الله عنه از اونجا بیرون میشه و خبرش میتین که در همینجا وبا اومدگی، وبا پهن میشود. نومم اینیسه به عبیدالله ابن جراح، صحابی است عبیدالله ابن جراح، نومش مینیسه که و از عبیدالله ابن جراح رضی الله عنه درخواست میکنه که شما ترک و به مدینه بیا که در اونجا وبا اومدگی است. عبیدالله ابن جراح رضی الله عنه در جواب نامه عمر رضی الله عنه مینیسه که در نامش جوابش میده که میگه آیا میشود که میگه از تقدیر الهی فرار کرد؟ من میمونم تا تقدیر خداوند چی میشود در شام. یعنی عمر رضی الله تعالی عنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصیتی است که 5 موقع ده سخنش با سخن الله موافقت کرده است و در فضلش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که اگر بعد من پیامبر میبود هر آینه عمر رضی الله تعالی عنه میشد، ابن خطاب میشد. خوب ابن خطاب در جواب عبیدالله ابن جراح چی میگه؟ بله میگه میشود فرار کردن از تقدیر خداوند به سوی تقدیر خداوند. یعنی توصیه های صحابگان که توصیه هایی که اگر پیامبر میشد بعد یا ابن خطاب میشد، ابن خطاب رضی الله عنه بر ما توصیه هاش و هدایتاش و راهنماییش ان همینن که از همون شهری که در اونجا وبا پهن میشه، از اون شهر خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث داره که در اونجا وبا میشود، یگان مردم شهر از اونجا بیرون نشوند و یگان کس در اونجا داخل نشود، برای اینکه سبب پهن کردن ان همین سرایت نشوند. این کسلی یکی از صحابگانی که تهجد نماز
چرا تراویح پیامبر صلی الله علیه در عهد بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز تراویح در عهد عمر رضی الله عنه میخوند. ابی ابن کعب یک از قاریو بود، یک از قاریان قرآن. ابی ابن کعب توسط انا همین وبا، انا همین کسلی، بگیم انا همین ویروسای پهن میشدگی که سرایت میکردگی جانش گرفت، از دنیا رفت. همه ما البته بگیم جایی نیست که همه ما توسطی که چیه که نباشد از این دنیا میریم. الله تعالی کل نفس ذائقه الموت، تمام انسان ها موت رو میچشن، چی با چی واسطه که نباشد. اما باید از توصیه های رهبریت، حکیمان، طبیبان، عالمان باید از آنها استفاده بریم. فقط بالاخره میدونیم که همه چیز کل شیء هالک الا وجهه، تمام چیز از بین رونده است مگر الله متعال. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. برای همینم به خاطر در مستر ماندن، در خاطر ناچاری ماندن، بعد از چی تنگ دستی انسان ها در ترس قرار بدی، در هراس قرار بدی و از تنگ دستی انسان ها استفاده ببری، این نه در دایره انسانیت است، نه در دایره هیچ دین نیست. اگر از پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باره حدیث بیاریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم المحتکر ملعون میگه، احتکار کننده ملعون است. احتکار کننده یعنی کسی که از تنگ دستی انسان ها استفاده میبرد، لعنت کرده شده خداوند است. ملعون معناش این است که بگیم اسم مفعول، ملعون نامعلوم است که فقط لعنت کرده شده شاید هم خداوند، هم رسول الله، هم همه پرنده ها و هم همه در داخل آب بحر بودن. شاید ملعون یعنی شاید که تحت لعنت همه موجودات باید شاید که باشد. برای دیگران باید نفع خودمون برسونیم. رحم کردن بر دیگران، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ارحم من فی الارض یرحمکم الله. بر دیگران رحم کنید، الله متعال بر شما رحم میکند. برای همینم دیدیم ما در تجربه حیاتی شخصی خودمون داریم، چند سیستم را دیدیم، بگیم از سوسیالیستی، همه برای یک کس برای همه، از عدل تا ظلم. تجربه حیاتی ما چه چیزایی را ما از سرمون در حیاتمون گذراندگیم، باید برادران در این حالت در این مورد از تنگدستی انسان ها باید استفاده نبریم، بلکه در این حالت باید که کمک کننده و دستیاری همدیگر باید باشیم و همه اون چیزی که چی از گفتنی و چی از کردنی داریم باید از همونش استفاده بریم که بر نفع یکدیگرمون باید باشد. باید ان همون چیز باید پهن شود که بر نفع یکدیگرمون باشد. این برای ما یک خزینه است، نوشته شده می شود و از همین خزینه مون میتونیم که ما در روز پس از زنده شدنمون دویم باره از اون خزینه نیکیمون میتونیم که استفاده ببریم. الله موفقمون بگردونه بر خدمت کردن نیکی کردن و خداوند دعا بکنیم که ما را از جمله ملعونین، از جمله آن کسانی که از تنگدستی انسان ها استفاده این برای انسان ها را چی توسط دین، چی از معنویاتشون، چی توسط اقتصاد میترسونن. بچه ما میبینیم
برای اون که ما پابندی دین باشیم باید صبور باشیم و نیکی کننده باشیم. ما میبینیم که در حالتی که در تلویزیون میبینیم که برای پیرانسولا یک بگیم در مسکن میبینیم جوانای غیری اونو غیر مسلمانان بگیم غیر مسلمانان مثال برسن که ایونتور میگن چی میگن میبرن برای آدما میرن به هیچی برای اینکه پیرانسولا ضعیف که هستن جسمن بیرون نبرن در همین حالت میرن به خونهشون چیز میگیرن میبرن. اما چیکار کرده شدیم ما میگیم که جای کورای چیزا را قیمت کنی، این چیزا قیمت میکنی اون چیزا قیمت میکنی. آیا همون نیست که ای تنگ دستی مردم سودا میبری؟ آیا زمین احتکار کاری نیست؟ خداوند دعا کنیم که نه از جمله کسانی باشیم که عقل خودمون اداره کرده بتونیم و چی دعایی که میکنیم در همون دعامون عمل کننده باشیم و خداوند ثابت بگردونه پای قدم های ما در چی؟ در پیروی و در اطاعتکاری و خداوند ما را از سرکشی و از نافرمانی دور بگردانه و اون چیزی که بغلای بگیم سر ما میآید از چی مشکلی خداوند روی حلش برای ما میتیت، البته برای هیچ جای حراس هیچ جای ترس نیست است. جایش میشود که حتی خداوند بگیم حرامی خودش بر ما حلال میگرداند در حالت اضطراری. چین چیزی که نباشد الله متعال میگه فمن استر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. به همین سخن ما بگیم با آخر برسانیم به قول الله سبحانه و تعالی. الله نگهبانتون باشه.